سلام بیننده ارجمند، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی است. امروز پنجشنبه 16 ایول و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح. من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما و در چند دقیقه دیگر شما را با خبرهای تازه ترین تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. پس از آشوب مهاجران کاری در کارخانه کارکرد گازی ولایت امور روسیه، شرکت رنسانس هیوی اندستریز با مهاجران وعده داد که پول پتنت و خراجات حجتگذاری آنها را جبران میکند. قبلا این شرکت پول پتنت و خراجات حجتگذاری مهاجران را از معاششان ستانیده بود که باعث اعتراضی آنها شد. در یک اعلان شرکت رنسانس با مهاجران وعده داده است پول پتنت و حجت‌هایشان را برای ماه می و ایون جبران میکند و بر علاوه برای 2 ماه به هر کارگر 20,000 روبل جبران پولی خواهد داد. شرکت همچنان وعده داده است در روز عید قربان به کارگران 5,000 روبل تحفه می‌دهد. اما مسئولان بر عوض از مهاجران خواستند به بی‌ترتیبی‌ها خاتمه داده و فوراً به کار شروع کنند. در غیر صورت اسم آنهایی که به بی‌نظمی راه دادند به دست کارمندان حقوق سپرده می شود، گفتند مسئولان شرکت. نرمش شرکت رنسانس هیوی گروپ با مهاجران در حالی است که پس از آشوب روز 13 ایول روسلان مدویدف رئیس ولایت امور به محل ساختمان آمده از دادستانی خواست سبب‌های آشوب را سنجد. دادستانی ولایت گفت در رابطه با این حادثه ها 2 پرونده جنایتی با اتهام اوباشی و بی‌ترتیبی‌های عمومی و نسبت شرکت رنسانس هیوی اندستریز پرونده مأموری آغاز کرده است. دادستانی معلوم کرده است که مسئولان شرکت از معاش کارگران با بهانه پرداخت پول پتنت 2 ماهه 14 میلیون روبل را نگاه داشتند. دهها مهاجری تاجیک ازبک روز 13 ایول در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت امور روسیه آشوب برداشتند. مهاجران سببی خشم و اعتراض خود را به کم پرداختن معاششان ربط داده بودند. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز در شهر سوابودنوی در ولایت امور روسیه بیش از 15,000 مهاجر کاری از آسیای میانه از جمله حدود 4,000 تاجیکان کار میکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که در یک شبانه روز گذشته 52 مورد نوی سرایت بیماری کووید 19 را ثبت کرده است، ولی تلفات از بیماری مشاهده نشده است. در بیانیه وزارت که روز 15 ایول نشر شد آمده است که در عموم از روز 30 اپریل تا 15 ایول 6695 نفر مورد سرایت کرونا ویروسی نو ثبت شده است و از این حساب 5383 نفر یا خود 80% گرفتاران کووید 19 شفا یافته، 56 نفر فوتیدند. به گفته وزارت شبانه روز آخر 179 نفر گمانبران زیر نظارت طبیبان قرار داشته، 51 نفر بعد از معالجه به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. بسیاری ها به آمار رسمی دایر به سرایت بیماری کووید 19 در تاجیکستان شبهه دارند و میگویند که مقیاس گسترش بیماری و تلفات بزرگتر از آن است که تصویر می شود. مقامات ناحیه باباجان غفوروف میگویند که مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان در این منطقه برای جلوگیری از بیماری کووید 19 پورا تحت نظارت گرفته شده است. ظریف ناظری رئیس این ناحیه روز 15 ایول گفت مرز 2 کشور در قسمت شمالی تاجیکستان هنوز 21 اپریل بسته شده بود و نظارت سرحد تقویت یافته است. اول بین 17 گذرگاه سرحدی نقب کافته عبور نقلیات را ناممکن گردانده بودیم. سپس پاسگاه ها گذاشته شد برای آنکه ساکنان به نقطه و مرکزهای گاز و بنزین فروشی جانب قرقیزستان نگذرند. با 250,000 سومانی کامره های نظارتی خریدیم و نصب کردیم. حالا وضع پورا تحت نظارت است، افزود رئیس ناحیه باباجان غفوروف. بین ناحیه های باباجان غفوروفی ولایت سوخت و ناحیه لیلکی ولایت بادکند قرقیزستان 17 گذرگاه موجود است. خیستیورز و ارکا دهه های 2 کشور همسایه در 2 کنار راه ماشینگرد خوجند اسفره جایگیر می باشند. ساکنان تاجیک و قرقیز قبلا بی ممانعت به خاک همدیگر رفت و آمد می کردند. این در حال است که ناحیه باباجان غفوروف هم مرز با ناحیه لیلک قرقیزستان بنابر اوج گرفتن بیماری همگیری کووید 19 در کشور یکی از منطقه های آسیب پذیر محسوب می یابد. خط مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است که تاکنون 504 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری شده است. منطقه های علامت گذاری نشده مرز عمدتاً در بین ولایت های سوخت و بادکند جای گیرند.
راههای ماشینگرد دهها منزل و انشاءات دو طرف را از هم جدا میکنند و ساکنان با پیراهن‌های آسان به نزدیک یکدیگر روان میکنند. فرودگاه بین‌المللی شهری کولاب در 5 ماه قطع شدن پروازها 9 میلیون سومانی زیان دیده 60% کارمندانش را به رخصتی بیمزد فرستاده است. مسئولان فرودگاه میگویند که در 10 سال اخیر چنین ضرر مالی بی‌سابقه است. جمعخان قرایف سرمحاسب فرودگاه بین‌المللی کولاب روز 15 ایول در نشست خبری گفت که سر از 18 مارس در فرودگاه رفت و آمدی هواپیماها قطع شده 60% کارمندان به رخصتی بیمزد روانه شدند. قرایف افزود در صورت حساب فرودگاه 1 درم پول نیست. فرودگاه منبع درآمد دیگری ندارد که معاش کارمندان را پرداخت کند. اگر دولت به ما یگان سامانی دهد ما معاش را داده می توانیم، ابراز داشت. پاندمی کرونا ویروس نو در حال به درآمد فرودگاه کولاب ضربه زد که در گذشته این فرودگاه با کم شدن پروازها درآمد کم گرفته بود، اما مسئولان فرودگاه میگویند که چنین حالت را در 10 سال اخیر بار اول مشاهده میکنند. اکثر مسافران فرودگاه کولاب مهاجران کاری اند. مسئولان فرودگاه هم میگویند که آنها هم منفعت دارند که روسیه به هواپیماهایش اجازه پرواز دهد تا کار در فرودگاه آغاز شود و کارگرانشان به کار برگردند. در تاجیکستان با قطع پروازها کار اکثر فرودگاه‌ها کاملا تعطیل شد. در نتیجه نزدیک به 10,000 کارگر ساحه هواپیمایی بیکار و بی منبع درآمد ماندند. رو می‌رویم به خبرها از خارج تاجیکستان. پلیس روسیه بیش از 100 نفر اعتراضگر را که در مرکز شهر مسکو جمع شده بر ضد تغییرات کنستیتوسیونی صدا بلند کردند بازداشت نمود. نظرخواهی کنستیتوسیونی که چند هفته پیش دایر شد به پرزیدنت پوتین امکان می‌دهد که تا سال 2036 در سر قدرت باقی بماند. سامانه مستقلی آبد اینفو نوشته است که پلیس کمش 147 نفر را بازداشت نمود. دیرتر بعضی از آنها آزاد شدند. خبرنگاری نستایشی وریم شاهد آن بود است که پلیس با استفاده از زور چندین نفر را در روی زمین خوابانیده، چند از آنها را از موی سرشان کشیده به ماشین انداخته است. در بین بازداشت شده ها اندری پیووارف مدیر اجرایی گروهی حامی حقوق انسان با نام روسیه باز، یولیا گالیامینه وکیل محلی با دخترش شامل بودند. نظرخواهی عمومی در مورد تغییرات کنستیتوسیون روسیه از 25 ایون تا 1 ایول دوام داشت. در بین تغییراتی که قبول شده است اجازت انتخاب شوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به کرسی ریاست جمهوری نیز جای داده شده است. در سال 2024 دور دوم رهبری پی در پی پرزیدنت پوتین به انجام می رسد. تغییر کنستیتوسیون به او امکان می دهد که او بار دیگر پرزیدنت انتخاب شود. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو تنقیدهای کشورهای غربی را که تعقیب خشونتبار مخالفین را تنقید کردند بی اساس نامید. او گفت که ما نمیخواهیم که کسی به ما دستور دهد که چه خیل زندگی کنیم. روز 14 ایول بعد خودداری کمیسیون انتخاباتی از ثبت نام 2 داوطلب کرسی پرزیدنت بلاروسیه طرفداران آنها راهپیمایی‌های اعتراضی تشکیل نمودند، ولی پلیس تعییناتی مخصوص آنها را پراکنده کرد. روز چهارشنبه لوکاشنکوی 65 ساله در شهر ویتبسک با رهبران این استان شرقی دیدار و گفتگو داشت. لوکاشنکو که می‌خواهد در انتخابات روز 9 آگوست بار ششم به کرسی ریاست جمهوری نشیند گفت که ما با تمام وسیله‌های قانونی از کشورمان حمایت می‌کنیم. در حالی که لوکاشنکو صحبت می‌کرد در شهر مینسک پایتخت بلاروس کمش 2000 نفر با عریضه‌های شکایتی به کمیسیون مرکزی انتخابات آمده مراجعت کردند. آنها طلب دارند که 2 داوطلب مخالف حکومت برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ثبت نام شوند. پلیس این ازدحام را پراکنده کرده 16 کس را بازداشت نمود. عموما روز 14 ایول بیش از 300 نفر بازداشت شده بودند و گزارش مفصل را در این باره بیننده ارجمند در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید و در صحیفه رادیوی آزادی در یوتیوب آزادی ویدیو می توانید آن را تماشا کنید. ستاد نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در افریقا گروه زرخریدانی رو به کرمل را که با نام گروه واگنر معروف است به پایمال نمودن تحریم سلاح به لیبیا متهم کرد. به قول نظامیان آمریکا گروه واگنر در گرد و اطراف شهر طرابلوس و یا تریپولی میدانها را مینه‌کاری و مواد
ترکنده جابجا نمودند. در اظهارات نظامیان امریکا از روز 15 ایول گفته می شود که شهادت و عکس های دسترس شدند که در آن میدان های مینه‌کاری شده از شهر طرابلس تا شهر سیرت واقع در 450 کیلومتری جنوبی شرقی طرابلس جابجا شدند. به قول گنرال امریکایی گراتفورد گیرینگ، گروه واگنر که از سوی دولت روسیه حمایه می شود به امنیت مردم لیبیا به احترامی کامل ظاهر می کند. گنرال افزوده است که اقدام های بی‌مسئولیتانه گروه واگنر جنگ در لیبیا را افزوده، اذیت بیهوده و مرگ و میر مردم ملک را بیشتر می کند. وزارت مدافعه امریکا اخیراً اطلاع داده بود که روسیه به نیروی لیبیا هواپیماهای جنگنده میگ 29 را انتقال داده است. بیننده ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و بنابر قربی که امروز بانک ملی تاجیکستان معین نموده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 30 درم، 1 یورو 11 سومانی و 79 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 145 سومانی و 30 درم تعیین گردیده است. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه های نو و جالبی ما دوام روز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.